دوستان گیمینگ فن هستم. چطور آقا؟ امروز اومدیم با یه خیلی خفنه دیگه چنل من. آقا امروز قراره با هم بریم. من یه چیز خیلی خفن تحویل همتون بدم. آقا مطمئنم همتون نیاز به XP میشید دیگه. XP که بتونید باش مثلا لول اپ میگم چیز ویلیج رو بگیرید. میخوام یه چی براتون بسازم که هم XP بگیرید و هم وقتی که پیلیجر ها همین چیزا میان حمله که مثلا یکیشون رو میبینیم میزنیم و کنارت ویلیجر اینا حمله میکنن بتونید خیلی آسون بکشیشون. بعدیم براتون سازم یه خونه ای که ماپفان هم حساب میشه که شما فقط میتونید با 4 تا ویلیجر یا 2 تا ویلیجر این ما فارما درست کنی. خیلی آسون. حالا بذارید بریم تو مپ تا بهتون بیشتر توضیح بدم. حتما چنل ما ساب کنید، لایک هم یادتون نره تا از این چیزا بیشتر براتون بذاریم. یه جا رو من اختصاصی بگیریم. همینجا خوبه. یکم کوچیکه ولی چکار کنیم؟ بچه یه دقیقه بایستید. آقا بچه همینجا خوبه. مثلا یه ورد دیگه یه جای صافه کنم. برای اول کار شما به یه بیس نیاز دارید که هر جور که دلتون بخواد میتونید تزیینش کنید. من مثلا چوب برمیدارم با استون و یه آقا دیگه چو بردارم من یکم خونه رو زیباتر نمایش دهیم. خب آقا برای اینکه زیباتر کنیم یه مقدار مثلا اینا مثلا برمیدارم و یه چیز ضروری که میخواد ترپتوره و هر نوعی که دارید از هر نوع میشه. از هر نوع شما یه استک حداقل چند تا ترپتور داشته باشید میتونید خونه رو بسازید. با یه دوتا دور برداریم. فعلا میریم برای ساخت بیس. بچه‌ها یه جای نقلی کوچیک در نظر